هون قدريا راديو ريت هزش موسكوفي دكن سلاف و دمو بخير قدرين دلال راديو ريت هزوند كارن ببين تورا انترنتي وي ناوني شاني مال پرا ريت هزا نقطة كوم ايرو شامية داي حزيرانية قدريا دنگو باسين گرينك ين وي حبتاي بكن كردستان 25 ايلوني دچه ريفرندومي د جوینا سروکیری مکردستانی مسعود بارزانی و عالی سیاسی ین هریم کردستانی دا گوتو بیش سه روز رفرندوم سرخوابون هریم کردستانی هاتیه کرن و الگوری آگایان روز 25 ایلون ایسال و که روز پیکانین رفرندوم هاتیه دیار کرن چهارشنبه هفته حزیران 2017 مسعود بارزانی بدونرین عالی سیاسی ین هریم کردستانی را باجروکی پیرمام یگریدای باجری هولیری جویا مجرا سرکه یا جوینی گوتو بیش کرن پیکانین رفرندوم سرخوابون هریم کردستانی بو هات راگیاندن کد جوینی داروا بریار هاتیه دان که 6 ماه 11 یا ایسال هبجارتنین پارلمانتوی کردستانی و سرکتی هریم کردستانی دم خواهی دیار کرد دا ورنساس کردن هر و جوینی دا بریار هات داین که چند کمیته بلند سرکتی بارزانی بو رفرندوم وارن پیکانین جبو که سردان ولاتن دوری و ولاتن عربی بکن و هر و جبو که گوتو بیجل گل بغدایجی بکن سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی درباره رفرندوم سرخوابون کردستانی دا پیامک دستنویس خوابلاف کرد او را گیاند جوینا روز هفته حزیرانی دیروکی و گرینگ بو و دستکفتن که بنرخش بو گل کردستانی و قربانیدان شهیدان سر مجرا رفرندوم سرخوابون هریم کردستانی که جوینا هفته حزیرانی نوبر سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی و عالی سیاسی هریم کردستانی دا بریار سرهات داین روز 25 ایلونی و که روز سازکردن رفرندوم هات دست نشان کردن بارزانی سر حساب خواهی تورا جواکی فیسبوکی دا پیامک بلاف کرد که دست خواه نویساندیه بارزانی دوی پیام خود دبیشه شنازی که مزنه بو همو وان آلین که پشداری جوینی بون و بریاره که دیروکی دان دا که گلی کردستان بکاره بریار رفرندوم دنگ و ایراده خواه بگینه جیانیان شاند یکتیان اجتماعی کردستانی که جوینا آلین سیاسی کردستانی دا بو داخلی بلاف کرد و داخلی دا دخواست که پارلمانتوی کردستانی دست کار بکه یه اینکه داخلی خود دیار کرد دا جوینا سیاسی این کردستانی دا که سرکتیا بریز مسعود بارزانی گوتو بیژن به پرسان انجام مکاته پسند کردن که پارلمانتو دست کار بکه و پشت جوینی زودترینش بو یکی هل وارداین هروا شاند یه اینکه اشکره کرد هفته دهاتی دا سرنخشه یه اینکه گل پارتی دموکراتی کردستانی دی جوینه که دار بخن شیورمند تایبتی سکرتاری گیشت یه نتوان یگرتی آدم دینگ دیار کرد از هیوی دکم رفرندوم کل هریم کردستانی دخوازن دار بخن باشتی پیک بی هفته بوری پارلمانتوی یکتی اروپای سر مجرا رفش بوسولی یا پشت دایشی جوینه کاتل دارخستن و نونری هریم کردستانی جی بشداری جوینه بون شیورمند تایبتی سکرتاری گیشت یه نتوان یک بوی آدم دینگ سر مجرا پیشگرتن کمکجیان آخوی پشت جوینی آدم دینگ را کیاند ازیدی کارسته که کور و بجان دیتن از هیوی دکم جوی جوینی انجام که باش واره دستخستن و بریار واره داین که ازیدی راستی کمکجی هاتنه سر پرسا گلوش بو کمکجی واره ناسین چکر آدم دینگ و برسیو دا اف پرسه که گل گرنگه از چوم سردان هولیر و بغدای گوه به گریان بیتر سر مجاری سکنیم جبو پشگری که زیده خبتیم دوی پسپور هرن هریمی السروی مجاری گلک بلگه و دوکومنت هاتن برف کرن لی پیویستیا بنا بلگه این دنجی هنه السر پرسا گلوش بو رفرندوم هریم کردستانی نتوان یگرتی دی ببه جفدیر آنا اشکره کرد از نزانم گلو نتوان یگرتی تخوازه ببه جفدیر آنا هیوی دارم هرتش بریا آشتی پیک بی امریکای سربریار هریم کردستانی یا درباره دارخستن رفرندوم سرخوابونی هلوسته خود دیار کرد بردف که وزارت درباره یا امریکای هیزر سنایرد کنفرانس که روزنامه‌نگاری داد سرمجرا سازکردن رفرندوم سرخوابون هریم کردستانی آخوی او را گیاند امریکا ریزل داخواز روا یا خلق کردستانی دگره هیزر سنایرد گوت ام پشگریل عراق فدرالی یگرتی دکن امش داخواز روای خلق کردستان عراق جدید گیشن نایرد داکفشی من دلگرانین خو گیاندی بر پرسن کردستان عراقی سازدان رفرندوم حتی اگر بریارک بکو پیبند بونجی پیوانه به دوی دمیدو مدور دکش کارین می نرید پیش که تکشکاندن دایشی و گرامدن خلقی آوره جار سرکن کریز آبوری هریم و جار سرکن نکوکین سیاسی نخواهی ین هریمینه اوی هر وقت دیار کرد که بر پرسین هریم دبه گوتو بیجن گل عراق بکن سر پیوندین سبروج نوبر هولیر و بغدای
وزارت درباره روسیه درباره دیارکردن روز بریوچون رفراندوم سرخوابون کردستان دا راگیاند که روسیه تکیزیل سر پشگیری بو یک پرچه خاک عراق دکه و دخواست شریم کردستان و عراق جیکر که پرسگری که نابر خواب بریا دیالوگی چاره سر بکن. برتف که وزارت درباره روسیه ماریا زاخارова پیشتر میل کنفرانس که روزنامه‌نی دا سرمجرا رفراندوم سرخوابون هریم کردستان آخوی. ماریا زاخارова گفت داخلین برپرسین هریم کردستان درباره سازکردن رفراندوم بو دیارکردن چاره‌نویس هریم خود که بریار دماغ ایران بداور درخستن بالا روسیه کشاند. زاخارova هر دیار کرد روسیه بیک پرچه خاک عراق و ریزگرتن و بچه‌گرتن مافین روایین همو بکات او که نتوان را بیمرج کرجی نونتی نتوکه مزند کن عراقی بدف که وزارت درباره روسیه دستیشان کرد مسکو دی باوری دایه که به هریم کردستان و حکومت عراقی همو آریشین خبریا دیالوگ و گوتو بیجان جار سر بکن تایبت بجارا بکواجیانی. پارلمانتاری آکی پارتی آمده غالب انصاری اوغلو سر رفراندوم سرخوابون کردستانی دخنیک دا رودابی او را گیاند. رفراندوم الگور دستور عراق مافی هریم کردستانیه. پارلمانتاری آکی پارتی آمده سرپیکانین رفراندوم سرخوابون کردستانی دیار کرد اف ماف شالی دستور عراق و بو هریم کردستانی هاتیه داین. اوی پارلمانتاری بالکشان سر آلوزیت نابر هولیر و بغداد دا او گوت. وان 3-4 سال نابر رفبری هولیر و بغداد دا پرسگری کنه و حتی ایرو نکارن وان پرسگری کاچار سر بکن. ریبریو بغداد 4-5 سالن دست دانی سرهاتنین پترولیین هریم کردستانی. علی آبوری و پرسگری کنجدی هنه. سر هریم ناکوکیجی آلوزی هنه و که کرکوک و هند ورندن. سر بی یکی مافی هریم کردستانیه و چفکانی و بی مافی دستور عراقیه. اوی رفراندوم دار بکن. بریارش علی کردن کل هریم کردستانی دیجن دی ورداین. سر پرستا گلو آکیپارت لمبر بی یکی الوسته که ارینیان نینی دی نشان بده انصاری اوغلو و برسیو دا. نمبر آکی پارتی هریم کردستانی دب تایبتی وان 4-5 سالین داوی و که پیوندیه که هفپیوانی پیوندین آبوری سیاسی و هر قادندن پیوندین گلک باشنه دوی مروف وان پیوندین بوه که بردوان پیش و بخه و بدومینه من برجی گوتو بروجرات نوین هفپیمانی هری آمنی ترکی هریم کردستانیه. سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی گفت تا آوایی نای قبول کردن که هزک سینوری کردستانی درباز بکه و بخواسته ایراده خواه فرض بکه. سروک هریم کردستانی مسعود بارزانی ایوار روز دوشنبه 5 حزیران صلاح الدینی پیشوازی فرماندهای نوندی یا هزین آمریکا جنرال جوزف ووتل و شاندکیل گل کرد. گور داخلی مال پرفرمی یا سرکتی هریم کردستانی دویدن دا فرماندهای نوندی یا هزین آمریکا جوزف ووتل نواروک نامه وزیر بروانی آمریکا یا جبو برزانی اشکره کرد. دا پشتوانی آمریکا یاش بو هیزن پیشمرکه دوباره آنیس مان وزیری بروانی آمریکا بر سرکفتن درجه دایشی و همان هنگیل گل ارتش عراقی پاسی خود پیشکشی سروک برزانی و هیزن پیشمرکه کریه. هر وا اوی بولکشان ده سرویه که کد شهر ترور دا پیوستی وان همان هنگی و افکاریا هیزن پیشمرکه هیه. جالیدن و سروک برزانی بیر خسکو بری اپراسیون مصلی هریم کردستانی دخواست کریه پلان سربازی سیاسی و اداری پر ور آبده کردن و گفت لیبل مخابن کارش په پلان سیاسی و اداری یا قناق پشت دایشی نهاتیه کردن. سروک برزانی هر وا گفت تا آوای نای قبول کردن هزک سینوری کردستانی ببزینه و بخوازی ایراده خواه فرض بکه. هنک کس مجولی به یکی نکو سدمن سرلدان دایشی دوباره بعفرینن. سرک وزیر هریم کردستان نیچیروان بارزانی را گیاند که رکفتنال گل کمپانی روسنفتی دمدریجیه و دوار انرژی داشت بو رکفتنال گل ولات دن دسپیکه که نویه. بارزانی گفت که دی او رکفتن باوری بگرین بازارین کردستانی. نیچیروان بارزانی کش بو بجداربون کربند آبوری یا جیان یا سانکت پتربورگی چوبو روسیه و تپیوینه که دا بسا نواروک هفدیتنال گل سروکی روسیه ولادیمیر پوتین و گرنگی رکفتنال گل کمپانی روسنفتی کرد. او رکفتنه که بزرگانی و افدل هریم کردستانی کار بکن. رکفتنال گل روسنفتی دمدریجیه که روسنفت یکش مزنترین کمپانی روسیه دوار انرژی دایه. به باوریا می پشتی وان سالین که رفش آبوری یا کردستانی خراب بو اف رکفتن دی به دسپیکه که نو دوار انرژی دا هرواش بو پیشوا برنا پیوندی نابر هریم کردستانی و روسیه دا. سرک وزیر دا کفشه که تفدیدنال گل جناب سرک پوتین دا وانا بسا پیوندین دالی کرد. هرواها بسا پیش دا برنا پیوندین آبوری روسیه و کردستانی کرد و مجاره کردن شر ترور و دایش بود.
ست بینجی کردن زدین تبلی بیلیسن هشتا شیبی بونه جی وقتیان ریببری آسایش شنگال قاسم سمو راگیان که هیما چند رو جنبوری دا زیدتری ست بینجی کردن زدین تبل هشتا شیبی بونه جی جدا بونه قاسم سمو دیار کرد که کسین پیشتر پیشبرگه بونه دی سویدگرن سر ارکاخا اوی دست نشان کرد که از دیانش بر سدمی جدا تبل هشتا شیبی بونه او و دوماند از دی دباد بینن که آرمان جوان و هشتا شیبی نه که هفنش وان دقتن لهری ما شنگالی زیدتری سیاست کردن زدی بریان تبی هشتا شیبی بون جیگری وزیری دروی هندستانی امار سینها که بسردن کل هریم کردستانی بود تفدیدن که گل سرک وزیر جیران برزانی دا گود که هندستان آمده تمام واران دا پشگری والی کاری کردستانی بکه سرک وزیر هریم کردستانی جیران برزانی چهارشنبه هفته حزیران الباجری حولی جیگری وزیری دروی هندستانی امار سینها و شانده پیر کش بایلوز هندستانی یل عراقی و کنسولی وی ولاتی الحولی پیکاتبو هفدیدن کرد حکومت هریم کردستان السرمال پرخو درباره ویجوینی دو دخیانی کشاند. الگوری دخیانی جگری وزیر دروی هندستانی امر سینها کجار یکم سردان کردستانی دکرد. دوی جوینی دو امرجه برفش ولاتین هندستانی یل هریم کردستانی کرد. و سپاسی خلق حکومت هریم کردستانی کرد که رفتره که باش الگل کار کردن هندی دکه که اف چند سالن دوارن جدا هریم کردستانی کار دکن. امر سینها هر وا قربانی و میخواسته خلق حکومت و پشمرگان کردستان دروبربونو تروریستان دا پیشوازی و هواندن و هجمار که زیده کوچبر و پنابرن همو اول اون توان بلندن خواند و هوریزیو ولات خانیشان دا که هفکاری و هوان هنگی حکومت هریم کردستانی را بکه. نونری کردنیز دیل حکومت کردستانی دبیجه چکدارین هجدا شیبی نویلن کردنیز دی بچن سر گورن کم. نونری از دیل حکومت کردستانی خیری بوزانی که گریدای وزارت اوقافی راگیان 5 گورن کم الگنده کوچو 3 گورن کم الگنده سباشه قدر و 2 الگنده گر ایزارین شنگالی هاتنه دیتن. خیری بوزانی هر و گود نوان گران دا ترمی پسدان کردنیز دی هنه کش آلی تروریستین دایشی و هاتنه کشتن. بوزانی دازانی که چکدارین هجدا شیبی نویلن کردنیز دی بچن سروان گران وان بکن. هجدا شیبی معنی شری دایشی در بازی دور شنگولی بویا و چند کند و ورگین وی دوری زفت کریه. اندامی سرکاتی پدکی و برپرس شاخ بیستی یا پدکل شیخان محمود ازیدی دبیجه از دیان گل قربانی دانه و ایدی دخوازن او نفچین وان بیک جاری بگردن سر هریم کردستانی. اوی هروا دا کفشی از دی هیویا ریفریندومین دا که بریاری بدن سر بگرانون شنگال و نفچین دن گین از دیان بو سر هریم کردستانی. از دیان گل کرسد دیدنه و گل قربانی دانه و تکانه جرسریجی اوی که نفچین وان بگردن سر هریم کردستانی. اوی وا بردوان کرد هنک ولی دخوازن دیسا نفچین ما وگرین بندست عراقی و نوین جدال نوچین مدکن که تخیرش کرد از دیراد و یکی داتنه جبر که هر جروج یکی داشت کرست شنگالی و حتی نو حکمت عراقی تشتکش از جان را نکریه و تو آلی کاری ندایه وان محمود از دیوا دوماند بکه که دخوازه دست خود داین سر شنگالی و خلق شنگالی تخوابینه لیش از دیان را اشکره بویه که بکه که چه سیسته که بری واد به و هر روزی بویه گلگر کرد که هر وا امتکارن بیشن تنی حکمت کردستانی آلی کاری از دیان کرد. سرک وزیر عراق هیدار عبادی راگیان البندی نکشند کریم کردستانی سرکتی سرک وزیر جیروان برزانی سردان بغداد بکه سرک وزیر هریم کردستانی جگوت وان تو دمک بو سردان بغداد دیار نکریه پشتی جوین هفتان انجمن وزیران سرک وزیر عراق هیدار عبادی سیشمی شش حزیرانی کنفرانس که روزنامه‌نویسی دارخست هیدار عبادی دوی کنفرانس روزنامه‌نویسی دا برسی و چند پرسنتور میدیایی دا و تایبت درباره رکفتن نامبر هریم کردستانی و شرکت روسی یا روس نفتی دا عبادی دا کفشی که آن بندینه که شانده که حکومت هریم کردستانی سرکتی سرک وزیر جیروان برزانی سردان بغداد بکه و بدمی آن سر کفتن آن بر حکومت هریم کردستانی و روس نفتی گوتو بیجان بکن سر همان مجاری سرک وزیر هریم کردستانی جیروان برزانی دخینی داراگیان تا دمکش بو سردان آن بو بغداد نهاتی دیار کردن جیروان برزانی هر واقع بود آمدن سردان بغداد بکن اولگل وان هر بکن یکینان پرستان گل برگین خواهینش بو پروردکن لشکریش افرینی و گواستن حلبی. نوند دموکراسی موافن مروان کردستانی دخینی که دادازانین. یپگی نوند خواهین پروردکن لشکریش افرینی و گواستن باجاری حلبی و تنی نوند تومارکرن و کوبکرن خورتان بو لشکری افرینی اشتنه. الگور بی نوند دموکراسی یپگی دمش شروانش افرینی و گویز حلبی دنافچین بندست رژیم سوری دا در بازدبن. الگور زانیارین وی نوند یکم جوره که یکینان پرستان گل برگین خواهین جبو پروردکن لشکری افرینی بو حلبی هاتیه و گواستن.
سرکوزیر ترکی بینالی یلدریم پشتی راگیاندن دستپکن اپراسیون کنترل کردن رقای علی حسده و برتک نشانده و راگیاند اگرش باکوری سوریه و هرگفک ترکیه و رکرن افدی برسیف بدن سرکوزیر ترکی بینالی یلدریم دو خفتن خواهی جبو فراکسیون آکی پارتی دا بس اپراسیون رقای کر او گود اگر گف سرولای وان چه به اوی برسیف بدن یلدریم بردوامی آخفتن خود دیار کرد که چند جران وان حوال بندن آمریکا هشیار کرد نجیل لی آمریکا دیسا خواستیه بریه بگیره شهری دایشه بکه هزین سوریه دموکراتیک سیشمی دست بکن اپراسیون رزگار کنن رقای دستی دایشه را گیاند. پنج حزیرانی هجمارک زیده لشکرین ترکیه تکتیک و عسکری یا گران جباجار دیلوکی یا باکوری کردستانی بر باجار کلیسی یا سر سینور هاتن بگواستنون لشکری دبن برگرین اولکاریین بفرادا پیک هات لشکرین ترکیه دوره چوبان بیکل سر سینور ابجیبون هر وها هجمارک زیده تانک جی هاتن بگواستن چاری حزیرانی سرکمر ترکیه رجب طیب اردوغان راگیاند بکو اگر سوری بر ترکیه و گیریشک چه به اف بیکش تکسی بشی ورد دی برسی و خوابدن جبوه سروکا بریا هدبه فیگن یکسک داگی سالک جزای زندان کرنه هات داین هشت حزیرانی دادگاه یکسک داگی الباجاری ادنای بریواچو دادگاه یانزدیامین یا ادنای پنجتا کو فیگن یکسک داگ داخفتن خدا دولت ترکیه بیرومت کریس سالک جزای زندانی کرنه داوی برینا مافیان دامبون هدبه او پارلمنتاریش دست سروکا بریا هدبه فیگن یکسک داگی هات بستاندن فیگن یکسک داگ شچاری مجدار 2016 و تومت اندامتی پککی گرتیه الباجاری وانی باکوری کردستان سی اندام پککی و لشکرکی دنجام شهر و پیفچون دا جانی خوش دستان نوچه الباکی یوانی اپراسیون دجی پککی بردوان که او دا چرچوه اپراسیون دا شهر و پیفچون دجوار رو دادن حتی نو سی اندام پککی و لشکرکی ترکی جانی خوش دستان هر و هجبان رکچک و تقیمانی جهات نبدست خستن شالی کردن و اپراسیون نوچه لیچیش اب 12 روزن بردوان که او پاریزگریا دیاربکر جیرا گیاند که اندام کی پککی بساقی کتی دستیوان و تیکو آلیکاریا ویکریه هاتیه بنچاف کردن. دنگ و باسین جیانی هفته حزیرانی دانسته تایرانی پایتخت ایرانی دو یریشن مزن بکاتن یریش دجی پارلمانتوی و یریش دجی قبر خمینی سه چکدارن در بازی نو پارلمانتوی ایرانی بون و شهر و پیفچون نابروان و چکدارن و پاسوانان دا درکد گور زانیاریان اف چکدار دسپکی داد نو پارلمانتوی دا چارکش دیل گرته بون گور آژانس مر یا ایرانی اف چکدار دسپکی هات دور بیچ کردن و رفش عالی هزین اولایی و هات کنترل کردن و درین پارلمانتوی تمامی هات نگرتن چوین هاتن کلون در دور پارلمانتوی تو بقدر کردن هر وها همان دمی تقه مزرگه دمیزدناری کمره اسلامی یا ایران امام خمینی هات کردن و کسی کیجی هات قند دایشی به پرسیاتی هر دو گریشال پارلمانتوی و مزرگه خمینی گرد سرخوا هات زانین که برپرسی اوفیس پارلمانتاری که رجلات کردستان جی گریشال سر پارلمانتوی ایرانی دا هاتیه کشتن الگوری میدیا ایرانی الگور آمارین داوی هجمار کشتین گریشن تایرانی گیشت 17 کسان که سه جوان جنش بلی گریشکانن 35 کس جبرین دار بونه هات زانین که گریشن چکداری یعنی سر پارلمانتوی ایرانی و قبر خمینی دا هری که نکس هات نکشتن که پرانی هزین اولینه آلیکاری وزیر کاری نوخوایی ایرانی حسین زلفیکار دکادال یکی یا ایرانی دا داخلی دا او گود تروریسم جلو برگ جنان کتن مجلسی پاسیوان شورش اسلامی یا ایرانی دیار کربون که برپرسی یریشیس عربستان سعودیه و یریش تام هفته که پشت سردن ترامپ یا لیوالاتی پیکاتیه الگوری آگاهیان فروکین شهریان هفپیمانیا نو دولتی یا دژی داعش لشکری سوریل نزدیکی باجاروکی تنف باشوری سوریه بمب باران کرده الگوری نوچه رویترز برپرسه که هفپیمانیا نو دولتی یا بسروکتی آمریکایی را گیاندیه که فروکین هفپیمانی سیشمی یریش که نو کرده سر هزین آلیگرین حکمت سوریه که ببونه سدم و گفیل سر هزین آمریکی و هزین هوال بندین و این باریگی باشوری سوریه یریش نو یا فروکین آمریکا با سر هزین سوریه نو آخوی ولدی تا بنگاوه که یا زیت تربون آلوزی نابر هر دو آلیانه هت پیمانیا ناو دولتی را گیانده پشت هشیرداین هری داوی هزین پشتوانی رژیم سوریه تانک توپخانه چکن دژی هوایی وسایت لشکری تکنیکی توزیعاتی 6 سربازان در بازی ناو هرم بشارک کار کفتن سر هات بکرن بون الگوری وینو چهش بر یکی جی فروکین شهرین هت پیمانیا ناو دولتی افیزن سر حکومت سوریه بمب باران کردن درباره انجام ویریش تا هیچ تا آگاهی نهاد نبلاف کردن
لسوريا پیمانی کو پشگرید ده بشار اسد رگیاند اگر گیریشت ازمانی کو دجی یکی ناین وانتی نکرن نین روستاندن اوی لشکرین آمریکای بکن آرمانچ هف پیمانی کو پشگری اسد که امضای فرمانداری اپراسیون هزن هف پیمانی سوریا هاتیه وشاندن هر وا حزب الله لبنان جی اف دخینی بلاف کریه دخینی داتیه گوتن آمریکا بازدانه که سوریا خوین ارتش عرب یا سوری او هف پیمانی وان نه ارزانه او گوا پیوست به هزوان هیا کو چپری مانجل سوریه بخه دخینی داف پیمانی سوریه اشکره کریه اگر آمریکا پیدا هره او خطن سورده باز بکه داویا به دی اواره هفتیا بوری آلمانیا را گیاند ارتش وی ولاتی نچاره که هزی خواهش بارگه لشکری یا انجرلیک یا ترکیه وکشیدن وزیر دروایی آلمانیا سیگمر گابریل دشمی سردان ترکیه کرد و وزیر دروایی ترکیه مولود چاوشوغلو و سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان را هفتی تنبیکانین سیگمر گابریل پشت جوین خواهی مولود چاوشوغلو را کنفرانس که هفباشی روزنامه‌نگاری دال سرمجرا هبونا هزین لشکریان آلمانیا بارگه لشکری یا انجرلیک و کریز نابر برلین و انقره دربار انجرلیک دا آخوی گابریل راگیاند بردوامونا وان هلوستین ترکی یلنبر هزین آلمانی یل بارگه لشکری انجرلیکی اب نچار دمینن که هزین خایل خاکا ترکی و وی بارگه لشکری درخینن گابریل گوتنا ترکی ریگری و استنگیان پیشا سردان پارلمانتار آلمانی بو بارگه لشکری انجرلیکی و دیدنا سربازین وی ولاتی یل وی بارگه درخین داخیا کرن که ارتش آلمانی دبن چودری پارلمانتار وی ولاتی دایه و پیوسته پارلمانتارین آلمانی بابایی که بردوام سردان هزین لشکری وی ولاتی بکن ترکیه دبیجه سدمن اولهی ریناده که پارلمانتار آلمانی سردان انجرلیکی بکن پیوندین ترکیه و آلمانی دوان مین داویدا و بطایبه دما رفرندوم دستور ترکیه دا آلوز بونه لپاریس یا پایتخت فرانسه کسی که بچکوچ یریشی هزین پلیس کریه و انجام تقیه پلیس دا کسی ایرشتر هاتیه بریندار کرن پلیس فرانسه را گیاند که دور نوتردام یا پاریس جی کسی که بچکوچ یریش بریه سر پلیسان و پلیسان جی گله بریویدان آژانس انوچن یا فرانسه فپی را گیاند که انجام تقیه پلیس دا کسی ایرشتر هاتیه بریندار کرن الگوری زانیورین آژانس انوچن یا رویترز جی افسیر که پلیسی فرانسه یریش دا بریندار بیه بکاتنا یریش دمی که دا کل فرانسه رفش آورده هیه جیریش سال 2015 یال پاریزی کد انجامی دا 130 کس هاتبون کشتن فرانسا رفش آورده دایه پارلمان ترکیه روز چهارشنبه پروژه یاسای پژران کل گروه یاسای ترکیه دگاره لشکری خوش بو پشتوانی بشنه ولات قطر البنگه لشکری یالوی ولات بلا بکه اف بریار پارلمان ترکیه دش بو پشتوانی ولات قطر به یکش عالی هنه ولات مزنی رسلات نوین و هاتیه ایزوله کرنش عالی دیپلماسی و بازرگانی و عربستان سعودی مصر امارات عربی و بحرین روز دشمی تکرین خال گل قطر قد کرب سدم کو قطر پشتوانی گروپن تروریستیکه لی قطر به یکی هرتب رد کرد. سروکی روسی ولادیمیر پوتین برگه فیلمو بدستی دریناری نودر اولیوستون هات آمده کرن درباره تکرین آمریکا و ناتوی دا دخینین گرینگ دا پوتین تفیوین خواهی برگه فیلمو بناوی هفپیوین پوتین دا دبیجه اگر نابر آمریکا روسی دا شرده که به کش برنی خلاص نابه برگه فیلمو بناوی تی پوتین اینترویوز شچار بشان پکته و شفتیمه پلاتفورم وشان یا دیجیتال هفتیا به دست ببکه ولادیمیر پوتین برگه فیلمی دال سرپرستستون یا اگر شرده که به آمریکا حزب یا نه واگود اگر شر در که به کس ساخت نامینه پوتین بلگه فیلم دا پرسیم درباره ناتوی دا دبرسوینه پوتین آنی زمان ناتوش بو پولیتیکاین دروین آمریکای بوی امور او گوت ناتوی دا هول بنت ننه دولت خدمت آمریکای دا هنه ولادیمیر پوتین فکر خواهین درباره ناتوی دا اشکره کر او واگود السر سینورین روسیای گف ناتوی زیده دبه اجبروی روسیا دی تفدیران هده گدارین هجا اوابو و شانا دنگ و بس نبته که شهر 4% این کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچین نتوی اجاره کردن هفتیاته 10 سال سروی نابونیشان امی راستی هبین مدکار رو برا برنامه یا دنگ و بس نو یا رادیو تزه بیلاس ترکیه حتانی و شانا نو بمین نو خیر و خوشیه دا